سلام بچه‌های عزیز، درسی نوبتیمان را از روی کتاب الفبا آغاز می‌نماییم. امروز ما با شما حرف او را می‌گذاریم. این حرف او است. اوی زدنک. حرف او در اول، مابین و آخر کلمه ها آمده می‌تواند. حرف او حرف صدانک است. حرف اوی زدنک در خط چنین طریق نوشته می شود. بیایید حرف او را در تخته صنف نویسیم. خوب، این حرف او، اوی کلان. خب اینجا ما اوی خرد رو هم می نویسیم. اکنون بیایید به خواندن این کتاب الفبا شروع نماییم. خب این حرفی آ، حرفی ا، حرفی او و حرفی او. خ او، خ، ش ا، ش، خ ش، خوش، ش او، شخ، شخ، خ آ، خام، خم، ن او، نور، نور. در رسم زیرین ما خوشه رو میبینیم و در زیر همین رسم خانه‌چه هست که در آن 4 دایره‌چه نشان داده شده است. یعنی که کلمه خوشه 4 حرف دارد و حرف دویمش حرف موضوع امروزه ما است و این حرف اوی زده است، یعنی او. خوش 2 هجا دارد و همین کلمه در اینجا نوشته شده است. خ او، خ، ش ا، ش، خوش. ن او ر، نور. ا ن ا، نه، آن، آن. خ او، خ، ش ا، ش، خوش. اکنون جمله رو پوره میخوانیم. نور، آن، خوشه. خ او، خ، ش ا، ش، خوش، خوشه. خ آ، خم، خم. اکنون جمله رو پوره میخوانیم. خوشه، خم. ن او، نور، نور. ش او، شخ، شخ. نور، شخ. کلمه خوشه چونین نوشته می شود. خ او، خ، ش ا، خوش. ما کلمه شخ رو می نویسیم. ش او، شو، خ، شخ. بیایید
هیجاها و کلمه های زیرین رو بخوانیم. ن ا ن ش ا ش خ ا خ م ا م ن ا ن ن ا ل نل ش ا ش ر شر خ ا خ ر خر ش ا ش ل ا ل شل م ا م اکنون طرزی نوشتی یک چند کلمه ها رو ما در اینجا میبینیم. یعنی که اینجا نوشته کرده شده است کلمه شر، نل و مو. بر رسم زیری نظر می نماییم. زیری همین رسم خانچه هست که در اون 3 حرف باید جای گرفته باشد و حرف امروزه ما حرف او در مابین همین کلمه آمده است. بیایید بر رسم نگاه میکنیم و خلاصه میبراریم که کدام کلمه باشد اینجا. خوب، ن او ل نول، نول یعنی که در اینجا کلمه نول باید باشد. بیایید خواندن رو دوام میدهیم. اینجا کدام کلمه نوشته شده باشد؟ ش ا ش ل ا ل شل، شل. ا ن او نور، انور، انور. ا ن ا ن انا. ش ا ش ل ا لا شلا. انور، انا شلا. ش ا ش ل ا لا شلا. خ ا خور، خور شله خور. ن ا نه ش ا ش ل ا لا شلا، شلا. ش ا ش ر شر. نه شله شر. اکنون جمله می نویسیم. ما جمله شله خور را در تخته صنف می نویسیم. البته شی کلان می نویسیم. ش او ل ا لا شله، شله خور می نویسیم. خ او خور، خور می نویسیم. البته در آخر جمله ما نقطه می گذاریم. وقتی که ما بچه های شیرین جمله می نویسیم، البته حرف اول جمله ما حرف کلان است. برای همین این حرف ما حرف ش است. ش کلان در اول کلمه آمده است و در آخر جمله نقطه گذاشته شده است. اکنون می نویسیم انور، انا شوله. خب حرف ا رو ما چونین می نویسیم. ا ن او ر انور. خوب، انا
شولا ش او شو ل ا شولا. خوب منظم. انار انا شولا و البته نقطه گذاشتیم. بیایید حرفهای زیرین رو نمبر میکنیم. ن ر ش ل م خ. بسیار نغز. بچه های شیرین، در همین جا درسی امروزه ما به آخر رسید. شاد و فیروز باشید.